سلام و درود دوستان گرامی. امروز میخوایم در رابطه با موضوع جهانی سازی با شما صحبت کنم. جهانی سازی چی هست و نقش مفاد نسبی در این پروسه چی هست؟ گلوبالیزیشن مو تعریف واضح شمی است که میگن دنیا مثل یک دهکده است، یعنی مرزها تقریبا وجود نداره. ولی خب میبینیم که مرزها وجود داره، ولی برای اقتصادهای بزرگ مرزها از بین رفته. مرزها معنا نداره. کشورهای بزرگ بخواین در هر کشور تولید داشته باشن، تجارت داشته باشن، میتونن تولید کنن، تجارت داشته باشن. و کشورهای فقیر، کشورهای جهان سوم، متاسفانه مرزهایشان، مرزهای جغرافیاییشان تنگتر میشه و اینا محدودیت‌های بیشتر دارن، نمیتونن سفر کنن، نمیتونن با کشورهای دیگه رقابت کنن، تجارت کنن. حتی اگر اینا بهترین تولیدات داشته باشن، باز هم متاسفانه با این مسئله مشکل دارن. با موضوع جهانی سازی اینا کوشش میکنن که کشورهای جهان سوم بیشتر مصرف کننده باشد تا تولید کننده، و اینا تولیدات، خدمات و تأثیرات خود را در این کشورها تنفیذ کنند، در این کشورها رواج دهند، در این کشورها ببرن و این گونه سود ببرن، شرکت های بزرگ سود ببرن. خب باز هم وقتی مسئله comparative advantage یا سود نسبی مطرح میشه، همه کشورهای صنعتی و این کشورهای بسیار تولیدی و بزرگ باز مفادشان برایشان مهمتره. مفادشان به این شکل که اگر تولید در داخل کشور قیمت باشه، پرهزینه باشه، اینا opportunity cost و یا مصارف میشه که فرصت را در نظر میگیرن و همیشه محاسبه میکنن که آیا تولید در کجا صورت بگیره ارزان تر شوه و اینا همون مصارف مثلا لوجستیکی، تکس، ترانسپورت کاست، لیبر کاست، قیمت که اینا برای کارگرها، برای خیلی چیزای دیگه پرداخت میکنن، این رو کوشش میکنن کم کنن. و این گونه اینا در کشورهای جهان سوم، کشورهای جهان دوم سرمایه گذاری میکنن، تولید میکنن که هم در اونجا او کشورها فروش داشته باشن و هم با نرخ ارزانتر اینا تولید کنن و به کشورهای دیگه بعد صادرات داشته باشن. شما میبینیم که چین فعلا در افغانستان کوشش میکنه که نفوذ داشته باشه و خط ریل، خط قطار بسازه. دقیقا همون کار را که 100 سال پیش، 200 سال پیش کشورهای غربی در کشورهای دیگه انجام دادن و اونگونه کشورهای دیگر استثمار کردن، کشورهای دیگر منابع انسانی و منابع معدنیشان را به تاراج بردن، استثمار کردن و از او بسیار سودی بالا بردن. حالا چین هم دقیقا همین کار میکنه، یعنی که کوشش میکنه با ایجاد خط ریل، با ایجاد خط قطار در کشورهای آسیایی، کشورهای افریقایی، هم منابع را از کشورها بیاره به کشور خود و هم کشور خود تولید کنه بعد بفرسته باز برای همین کشورها که از منابع را میگیره و بفروشه و سود ببره. یعنی هم منابعش را بگیره و هم چیز را که تولید میکنه دوباره او را به اونا بفروشه و سود ببره. این یک پرابلم و یک مشکل بسیار جدی هست که ما باید به حیث یک شهروند، به حیث کسی که میتونیم در افغانستان یک مقدار نقش بازی کنیم، روی مسئله باید فکر کنیم و صحبت کنیم و چگونه ما میتونیم در مقابل این همه رقابت ها، در مقابل این همه تأثیرات خارجی، ما در داخل هم تأثیرات داشته باشیم، تولیدات داشته باشیم
از منابع خود استفاده کنیم. منابع انسانی است، منابع طبیعی است. چرا ما در کشور خود تولید نکنیم؟ حداقل همون نیازهای داخلی خود را تولید کنیم. حتی ما میتونیم و بیرون صادر کنیم در صورتی که کارخانه های زیاد ساخته شود، در صورتی که استانداردها تطبیق شود و ما با نرخ مناسب به کشورهای دیگه بتونیم بفرستیم. باز هم میبینیم که جغرافیای افغانستان به قسم شده که حالا تجارت برای افغانها بسیار مشکل است. ویزا گرفتن سخت است و انتقال دادن هم بسیار پرهزینه. افغانستان و بنادر راه ندارم به صورت مستقیم، مجبوره که بسیار هزینه سنگین را در بنادر مثل چهاربهار یا بندر کراچی اینا بپردازه و این گونه به بازار جهانی راه پیدا کنه. باز هم هرچند که چین کوشش میکنه با ایجاد خط قطار، شبکه خط قطار از افغانستان سود ببره، افغان ها هم میتونن از این فرصت سود ببرن، استفاده کنن. چگونه؟ این یک سوال بسیار بنیادی و اساسی است که میتونه مشکل اقتصادی افغانستان، فقر افغانستان را حل کنه، کم کنه. بزرگترین مشکل سر راه تولید در افغانستان یکی خوب انرژی است که برق بسیار قوی وجود نداره و دیگه ای که کارگر ماهر است. کارگر ماهر در افغانستان وجود نداره متاسفانه و سیستم آموزشی هم به گونه است که بعد از فراغت یک دانشجو و یک محصل نمیتونه به صورت کامل آماده شود برای کار، مثلا استخدام شود در یک کارخانه، در یک جای تولیدی کار کنه و خب در بخش طراحی یا در بخش ساخت و تجربه و مهارت و دانش کافی را کسب نمیکنن. اما میشه کم کم شروع شود اینا آموزش ببینن، حداقل دیگه نشد با معاش کم کار کنن، ترینینگ ببینن و یا هم اینترنشیپ داشته باشن. بعد همون پروسه را که در کشورهای دیگه انجام میشه طی کنن، یعنی از انتری لیول شروع کنن، بعد به درجات بالاتر رتبه بگیرن و تجربه بیشتر کسب کنن. خب حال آدمای با تجربه است که شو آدمای با تجربه خو اکثرشان رفته، آدمای تحصیل کرده و با مهارت خوب از افغانستان بیرون شده. الان افغانستان از نظر منابع انسانی خیلی زیاد ضعیفه تا بتونه کارخانه ها را ایجاد کنه، کارخانه ها را بسازه و سیستم ها را جور کنه، پروسه ها را جور کنه و یک چیزی را تولید کنه، چیزی که حداقل نیاز داخلی باشه. برای مثال وسایل زراعتی را تولید کنه به صورت کارخانه‌ای. وقتی یک چیز به صورت کارخانه‌ای تولید میشه خب قیمتش ارزان‌تر میشه. بعد کسی یک از بیرون بیاره و خب نمیتونه با این رقابت کنه، بنابراین ای در داخل تولیدات داره و سود میبره. در بعضی چیزا ما میبینم که خوبه، مثلا نوشابه ها زیاد جور شده در افغانستان، ما رقابت میکنه با کشورهای همسایه و دیگه، مارکت خوب گرفته در داخل افغانستان. ما قسم بیسکیت، چاکلیت، اینا مواد غذایی تا حدی در داخل افغانستان تولید میشه و بازار داره. بعضی چیزای دیگه مثلا چیزای بهداشتی، خمیردندان یا صابون یا اینا هم تا اندازه شاید تولید شد، ولی خب کوشش شود که کیفیتش بهتر شود و قیمتش خوب شود تا مردم با قیمت خوب و کیفیت بالا جنس رو بخرن و
یک چیزی را که هموطنان هم در این باید نقش داشته باشن این است که کوشش کنن تولیدات داخلی را تشویق کنن و بخرن، هرچند که ممکن کیفیت خوب نداشته باشه، قیمت هم باشه، ولی کوشش کنن کسایی که تواناییش دارن بگیرن. خاطر از اینکه گونه شرکت ها تشویق میشن و فابریکه ها بیشتر ایجاد میشه و در مجموع نسل های بعدی و مردم های بعدی سود میبرن، در مجموع افغانستان سود میبرن. میایم در بخش صنعت وسایل و ماشینالات. متاسفانه در افغانستان امکان ایجاد کارخانه موتر فعلا نیست، ولی بعضی قسمت های موتر پرزیدت موتر میشه تولید کرد. برای مثال آهنش، برای مثال اکسل میشه در افغانستان تولید شود. پرزیدت ماشین سخت است، اما بقیه اجزای یک موتر و دیگه ماشینالات میشه در افغانستان تولید شود. کافیه یک نفر فقط یک اشاره موتر را تولید کنه و یا هم که تایر تولید کنه یا اکسل تولید کنه، پیج مشخص تولید کنه، سیت تولید کنه و بعضی قسمت های موتر که زیاد نیاز به تکنیک بالا و چیزای پیشرفته نداره میشه در داخل تولید کنه. فریم و فرمورکش هم میشه از بیرون فرمایش بده. شما طراحیش را در چین روان کنین، دراوینگ هایشان ها طبق دراوینگ ها و نقشه هایتان فرم را برایتان جور میکنه، مولد را و فرم را برایتان جور میکنه. به اصول شما میتونین معتقل وسایل زراعتی، ماشینالات بسیار ابتدایی را بسازین، ظرف ها را در داخل افغانستان بسازین، گلاس و امثال هم. دیگه این همهش برمیگرده و ای که شما چقدر توانمندی های داخلی رو بیشتر میکنید، ظرفیت داخلی بیشتر میشه و آدم های با تحصیل، با تجربه و با مهارت بیشتر میشه در افغانستان. وقتی یک شرکت ببینه که در افغانستان یک سرمایه هست، سرمایه انسانی و منابع طبیعی هست، از شرکت ها میتونن نمایندگی خود در افغانستان بیارن، ایجاد کنن، تأسیس کنن. بازم همین موضوع comparative advantage مطرح میشه یا سود نسبی که اونا میبینن یا در افغانستان تولید کنن سود بیشتر میبینن یا نه. اگر ما مقدار کارخانه های غربی را در داخل افغانستان بیاریم، نمایندگی هایش مطمئناً در داخل افغانستان خیلی چیزا تولید میشه و محصلینی که از دانشگاه فارغ میشن اینا هم آموزش ببینن، ترینینگ ببینن و انترنشیپ کنن. در داخل هم میشه بعد از چند سال یک نیروی کار خوب و با مهارت ایجاد شد و بعد هم ایجاد کارخانه راحت. شما کارخانه برای مثال تولید گلاس بزنین، تولید ظرف بزنین، خب اگر نیاز به کارمند و انجینیر و افراد با مهارت داشته باشین، خب کار به اعلان میتین و میبینین که آدمای زیاد میایه با تجربه و با مهارت همون کار برایتان انجام میده. شما برایش معاش میتین، مفت برایتان کار نمیکنه. همین گونه اونا وارد کار میشن، درآمد دارن و زندگیشان رشد میکنه و شما هم میتونین از این فرصت استفاده کنین. دیگه آیا هنوز فکر کرده این که میشه بعضی چیزها رو داخل افغانستان تولید کرد غیر از این چیزایی که فعلا وجود داره و چی چیزها رو ما میتونیم در داخل افغانستان تولید کنیم؟ اگر تصمیم دارین کدام کارخانه، کدام فابریکه چیزی را بسازین، میشه با ما تماس بگیرین. ما هم ایده های دارم و کوشش میکنم ایده های شما را هم ببینم و را رشد بدیم، بهتر کنیم، انکشاف بدیم. بعد
یک چیز را در داخل افغانستان تولید کنیم، هر چیزی که سود بالا داشته باشه و امکان پذیر باشه. دیگه موضوع سود نسبی را با شما مطرح کردم که یعنی خیلی از کشورها، خیلی از شرکت‌ها حاضرن بیاین داخل افغانستان در صورتی که ما برایشان ثابت کنیم که اونا سود نسبی بالا خواهد داشتن و حتی خودمون میتونیم که فابریکه را دیزاین کنیم، طراحی کنیم، پروسه هایش، سیستمش و وسایلش را از جور کنیم یا بعضیش از خارج اوردر بدیم و این گونه بتانیم در داخل افغانستان فابریکه های زیاد بسازیم. منابع طبیعی زیاد است، منابع انسانی زیاد است، کم اصلاحات در سیستم آموزشی، تحصیلی اینا بیاید دیگه همه چی خوب میشه. دیگه سود مطلق هم حتی اگر باشه، یعنی مثلا یک کشور همسایه، یک کشور دیگر نسبت افغانستان تولیدش از هر لحاظ عالی باشه، خوب باشه که فعلا هم هست، باز هم میشه یک راه برای تجارت وجود داره و میشه که همون سود مطلق اونا را تبدیل کنیم به یک سود نسبی برای اونا. وقتی میشه که ما بتونیم در داخل تولیدات را تشویق کنیم، بهتر کنیم و با اونا رقابت کنیم، یا در اون صورت اونا همون مفاد مطلقشان کم میشه و ما میتونیم از شروع مراحل به مراحل، استپ با استپ، زینه به زینه و سطح اونا برسیم، رشد کنیم. دقیقا همون چیزی را که خیلی از کشورهای دیگه مثلا چین کرده، تولید را از کشورهای دیگه داخل کشور خود انتقال داده. و این مسئله بازم برمیگرده به امنیت افغانستان که امیدوار هستم امنیت سرتاسری، امنیت کامل در افغانستان بیاید، مردم بتونن در داخل افغانستان امید داشته باشن، تحصیل کنن، درس بخونن و کار کنن و کشور را هر لحاظ مخصوصا از نظر صنعتی رشد بدن، از نظر اقتصاد رشد بده و بدبختی و فقر و بیکاری و مشکلات دیگه در افغانستان کم شود. خب ما صحبت های خود را خاتمه میتم. امروز در رابطه با گلوبلایزیشن، جهان سازی صحبت کردیم، نقش مفاد نسبی در این پروسه چی هست و ما چی کار را میتونیم تا در این پروسه بزرگ نقش داشته باشیم. جهان سازی چطور میتونیم در خارج صادر کنیم و در داخل تولید کنیم، چیزهایی را در داخل وارد میکنیم میتونیم در داخل تولیدش کنیم. کپی چیزی بد نیست، کوشش کنین بعض چیزا را کپی کنین. کافی یک نمونه را در چین بفرستین، ببین ما از این یک کپیش میخوایم و که تغییرات اونا برایتان تولید میکنم. اگر خواستین در این قسمت با ما صحبت کنین، من میتونم شما را در قسمت کمک کنم. شما کسایی که پول کافی و انگیزه کافی و تعهد کافی نسبت وطن دارین، میتونین با ما صحبت کنین و هم میتونیم که همکاری کنیم و میشه به صورت شراکت یا به صورت که به هر دو طرف به ما و با شما مفید باشه، فایده داشته باشه صحبت کنیم و ما با شما همراه خود بودم. دیگه جور موفق باشین، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.